سلام علیکم. علیکم سلام. توزیع کوی سلام خوبی سلامتی. یا خوبه؟ سلامت باش. تشکر. چه حال داری؟ خوبه میبینی که اینجا گپ میزنیم پس خوبیم. اینجا گپ میزنیم خیلی خوب باشی. این مسئله از پوتین قطعی گپ زدی کو مسئله یک مقصد مهمانداری قطعی. از خونه یا مهمان بیا مقصد پیش همو او ایزاد نمیکنی. ما دیوانه نشدم یک مهمان بیاد توی حد در کوچه و در باغ و نمیدونم در هم مجال سیب و زردالو من مهمانداری در سر دسترخوان میکنم. خب ما مقصد ایشان میتیم که ما مقصد در بهشت زندگی کردیم. بهشت تمام چیزا را داره. معاش یک آموزگار در بهشت چقدر است؟ نفهمیدم. معاش یک آموزگار در بهشت که تو میگی چند هزار سومانی است؟ چند میلیون سومانی است؟ چند هزار دلار است؟ نه دلار نه چند سومانی است؟ معاش یک آموزگار چند سومان است؟ 2000 2200 1800. مگر تو راست میگی یا که همو خدماتی که رب در وزارت معارف راست میگه؟ کدام درست میگی؟ معاش حد اقل در تاجیکستان آموزگار 1080 سومانی گفته است. آموزگار دکتری تیپ دکتر کسی که در بیمارخانه کار میکنه ساعت تیپ 1100 چند سوم یعنی 100 سوم بالاتر است. یعنی کدام شما درست میگی در اینجا؟ تو از نام وزیر گپ میزنی که وزیر درست میگه؟ همین 1000 سومانی که در تاجیکستان میگیریم زندگی نرمال نمیگذره. 100% میگذره. یک نیم چهار چند پول است؟ یک کوب چهار 354. یک 5 لیتر روغن چقدر است؟ بس یک آموزگار تصور کن یک آموزگار 3 تا فرزند داره خودش همسرش خانه نشین است یک آموزگار کار میکنه 1100 سوم معاش داره خب 1100 سوم معاش داره خب یا انساناً وجداناً میگه آیا آموزگار میتونه که در همه یک ماه 5 کیلو گوشت بخره بچه باید تا او وابسته به سوای درسیش میتونه درسش زیاد باشه ولی که زیاد میگیره درسش کم است از همه درسی کم داره اینم یک آموزگار نمیدونم اما ساعتی معین شده درس داره باید کسی که ساعتش کم پول نگیره بعد مرا گوش که این توی تلگرام زد خیلی قلیگه ساعت بوتشه چی من یک معذرت میخوام من داماد رحمانوفم نه خیلی نتی این قدر ملت ها دوست من وزیرم خلق تاجیک نه من وزارت کارهای خود داخلی در کار میکنم نه من رئیس پارلمانم که معاش آموزگارم معین کنم من وزیر معارفم من کی هستم در شغل اهالی کار میکنم از من چی طلب میکنید چرا شما نمیگین روی رحمانوف تا بگی که رحمانوف این همی که زردالو و شفتالو که ساختی این احمقی است اگر تو پوتین مهمانداری میکنی ملاقات بگذارم برای در یک چایخانه در یک کارخانه خانت نمیدونم دچت جای میبری برای بهترین غذا رو براش بده آش شوه خب زیاد مصرف شوه $1000 مصرف نمیشه که همون پوتین بخره سرکره ایگوش و سر روش زیادی باشه ولی در این صورتی که تا درختار رو اطلس پوشوندن که سیب و کدو و زردالو میلیون ها سومانی در زمین پرتافتن این احمقی این مهمانداری نیست مهمانداری اصول نیست کسی میگه همین اصول مهمانداری است او روش سیاه کرده است که اگر در فرهنگ ما مهمانداری همین باشه رحمانوف یاد دست تا دسترخوان مردم گفت که مردم صرفه‌کارانه استفاده بره چه لازم که همون مصرفی بمانه مگر رحمانوف نبود که گفت که 2 سال ذخیره لوبیا و جواری مکه و مکدوناتون بکنین که سالی وزبین میبیو آیا در برابر همین حرفی خودش مگر روبر کشوری که حرفی خودش تصدیق نمیکنه آیا کی باید حرفی رو تصدیق بکنه کی باید گپی رحمانوف بگیره مگر خودش نگفت ما وضعیت مشکل قرار داریم ما 2 سال بعدی یک حالت خیلی وزبین است مردم باید صبر بکنه مگر همه رو به نظر نگرفت روبر کشور نه اکای سلمانته مقصد گپانو درست فهمیدیم مقصد ما اثبات کردیم که دولت ما بهشت است ما این چیز اثبات کردیم همین افسانه را برای همون یگان جای دیگه کدام بهشت کی بهشت معرفی کرد که بهشت چگونه است کی گفته است کدام نزد پروردگار رفتن از بهشت معلومات گفته که بهشت چگونه است
کی گفت درست است وطن برای همه عزیز است آخه در بهشت که زن تجاوز می شود در بهشت که 2 میلیون مهاجر در بهشت که زن این ملت می رود آشغال روس هم پرتیه در بهشت که آخه پسترین معاش این ملت را باز هم تحقیر در حق بهشت در حق پروردگار بهشت که خداوند قسم میکنه شما تصورش کردن نمیتونید این گپ دروغ است وطن عزیز است برای هر یک تاجیکستانی ولی روتون سیاه میکنین وطن قیاس کردن به بهشت ابلهی ای احمقی ای بیسوادی ای در بهشت که ما میگم مادری تاجیک میروه در خانه یک روز یک کمپیر روز کون شبه خدا قسم تازه میکنه من صحبت میکنم با زن مادر این ملت که به خاطر 2 سوم پیسه یک زن روس مریض است از جای خوابش خسته نمیتونه تا تپوش اون همون زنی کمپیری روسه تازه میکنه تا 2 سوم پول بگیره بهش روی کنه شما از کدام بهش گپ میزنید اکای سالمو عصبی نشه مرا گوش کن گوش کن مقصد این کار جای زپدلوگی نداره او مردک او زنک رفته تازه کده ما مثال با اون مثال با خود میام اینا خطا رفته تای کنی دیگه کسا تازه داری کو خود رفته دولت سیاه کسی تای کنی اونا من نمیدونم کم اوکی پدرای دیگه که در دولتش ما را سپانسرت میکنه خوینای دیگر رو رنگ خطا یا شما رفته کنی را تازه کسی کو حتی همین خمی فهمی تو تازه میکنی؟ تو تازه میکنی؟ زپردان است تازه میکنی؟ تای کنی ترا؟ ای رحمانوفا ما در دولتم کار کسی چی کار میکنی در دولتت؟ اینا رحمانوف یه جا رید صبر که اینا رحمانوف مریض شد یا زمان رید میری تازه میکنی؟ اخوران تاریخ نیست مثال چی کم در چی اینم مثال بستو تو میگی زپردلو نیست تو از طریق خود جواب ته که اینم رحمانوف مریض شد نمیدونم 10000ش ترد کرد تو میری تازه میکنی؟ ما با ترا میگم تو میری تازه میکنی تا میگی که زنی تاجیک میگی زپردلو نیست که خونه در روس تازه میکنه تو میری تازه میکنی؟ همین کار زپردلو نه خیلی تو این زپردلو نیست تو تازه میکنی؟ ها؟ نه من گوش نمیکنم خیلی چرت پرت تو را نگذارونه این همین رحمانوف مریض میشه شکم درد میشوه نمیدونم شکرابی با اولوچا میخوره شکم درد میشوه ترد میکنه میری تمیز میکنی راست بگو این مردک بری تمیز میکنی ناموست میبره که برای همراه تمیز کنی اینا همین کار با تو میگه میگه کی است شخصی که همین کار از زپدلو نمیدونه بیاید تازه بکنه که رحمانوف همین مشکلات غلطی دست تمیز میکنی راست بگو ما ترا گفتم بغیر زینمی حاضی کار شما که هستین کو مقصد لوبای آدم برای زندگیش که رنگ شما نرا خوی نشه لوبای کار میکنه این کار یعنی برای تو زپدلو نیست که رحمانوف ترد بکنه برای ازاری امرا تازه کنی آخه تو بیناموس بوده برو گم شو برو ای خاک تو سر تو جوان مرد رحمانوف حتی میری نه یا اومدن که کونی ما رو تازه کنن این همین قیناخی این کار زپدلو نبوده این کار زپدلو برای ملتی که انی خیلی مهمان نواز داشت است تو میگی مهمان دوست بوده است و وطن دوست بوده است و اولیا و حضرت بوده است یا ملتی که خیلی با فرهنگ بوده است برای این ملتی که در این سطح بهشت آسا بوده است و در بهشت زندگی میکرده است برای ملت باید زپدلو باشه کار میفهمی باید ننگ باشه باید عیب باشه باید شرم باشه ولی برای شما بر این جوانای بیناموس و بی‌خیرت و بی فرهنگی که رحمانوف ترد کنه برای توزیع بکنی برای شما بگذار روا باشه یک حزب میسازیم یک حرکت میسازیم یک ساختار میسازیم شما برای جوانای بیناموس که همون ترد پرت توزیع میکنین برین از دوی همون حزب شوین توزیع کنین هر گوی که هر مرد که نمیدونم نوشید شراب بسیار ترد کنه برای توزیع بکنه زپدلو نیست پول تا بگیر میشوا نه قبول نمیکنه نه زپدلو میگه یا بچه نقوم برو نمیدونم فلانی و توزیع کنم اما شما تا این درجه بیناموس این که برای مادر این ملت آیا مادری تو یعنی همسری تو روسیه میروه یک مسافر روس مریض است در ازارش ترد کرده جمیده نمیتونه زپدلو نیست مادر تا اجازه میدی برای تمیز بکنه نه ننگت میبیو ولی مادر این ملت به خدا قسم هزارها زنی تاجیکی کار میکنن هزارها زنی تاجیکی کار میکنن دمو زنایی که در خانه ها کمپیربانی میکنن یک گروه کمپیرو از جاشون جمیده نمیتونن و خالی 40 روپه و 50 روپه که عروس براش میته کار میکنه خدمت میکنه ولی شما بیناموسا شما بی‌غیرتا نه براتون روا است براتون قبول است این خیلی بیناموسین شما چیکارتون کنید خاطر شما چی باید کرد آیا به همین نمود وطن دوستی به همین نمود کسایی که ما در ملت کار میکنم آیا شما همین ملت دفاع کرده میتونین
آیا وطن ملت به شما کجا رفته میتونه؟ ما تا کجا به این احوال جوانایی که جوانان آینده ملت همین ترت پرت میکردگی اگر بیان وطن خدمت کنن این ملت کجا میروه؟ کجا؟ در حال بگه که نه برادر من روا نمیبینم حتی زن نه حتی نمیدونم یک عادی ترین یک انسانی فرد این جامعه اگر برود آشغال روس تازه کنم من برام ننگ میدونم به خدا قسم که در حال پوتین میبیاد تا زیر پاشه سیو انگور خرما زردالو شفتالو نمیدونم تا زنهای تاجیک در پیشش میرقصن اگر ما اینقدر ملت گویا با فرهنگ و مهمان دوست بدیم من برای خودم روا نمیدونم این ملت به این احوال بغلطه من قبول ندارم این حالته من قبول ندارم هزارها تاجیک در شعبه های پلیس تجاوز شوند ولی شما برای بیناموسا در حالی که آماده این که تو همه ترتی رحمان فتوزه کنین دیگه براتون مهم نیست ناموس ننگ شجاعت جوانمردی مهم نیست چون ندارین چون مادری که شما را زایده است متاسفانه از راه خطا تولد کرده است متاسفانه از پدری واقعی شما به دنیا نآمدین شما صنعی به دنیا آمدگین شما از دیگر راه به دنیا آمدگین برای ناموس ندارین یعنی که انسانی که شیر مادر میخوره انسانی که تربیت پدر و مادر میگیره هیچگاه اجازه نمیده که مادر این ملت وقتی که خداوند ما و شما را میگه پیامبر خدا ما و شما را میگه همه مسلمان ها با هم برادرن پس مادر اون ملت وقتی مادری تاست خواهری تاست اپای تاست چگونه تو به روا میبینی که برای فلانی روز نمیدونم من معذرت میخوام با تمام مادرایی که این کارا میکنین با تمام کسایی که مرا تماشا میکنن من عذر میخوام که من این حرفا میگم ولی ما این کارا میکنیم باید بشنیم رو واقعا بگه همین حاضر کسی که مرا تماشا داره من مطمئنم از بین اینا کسایی هستن که این کارا رو میکنن به خاطر یعنی من تنقید نمیکنم زندگی مجبور کرده از این طبقه را زندگی پستی زندگی نبودن معاش این گوکلای ما میلیون سامانه زیر پای پوتین میپرتین به خاطر خواجهشان و پیرشان است ولی برای ملت نمیتین و زن این ملت میره آشغال روس تازه میکنن این است